همه حرفم این، امروز رسانه غرب و رسانه صهیونیسم محکم آمده تو پشت سر امام زمانت رو خالی کن و او را تنها بگذاری تا اگر ظهوری هم شکل گرفت از نگاه او آن ظهور عاشورا باشد. امروز رسانه غرب اومده که چی؟ چهره بسیار منفی از امام زمان ما به دنیا نشون. امروز رسانه ها اومدن تا چهره بسیار کریه و زشت از تشیع نشون. ما کجای این کاریم؟ یه جاهاشو ما داریم بد عمل میکنیم، ما داریم آجر میدیم دست اوستا، ما داریم وسیله میشیم. چند بار رهبری این مملکت فاضل دشمن رو تکمیل نکنید آقایون. یعنی یه کاری میکنه که دقیقاً اون کار تو به دردش نمیخوره، دشمن میخوره قشنگ میگنجه همونجا، میگه به به من 100 سال کار میکردم همچین سوژه گیرم نمیاد.